درس امروزمون در مورد هیرکات هستش. در کل من اومدم براتون هیرکات رو یه خورده اون سختی کار رو، پیچیدگیش رو براتون آسون کردم و راحت کردم و اومدم تقسیم بندیش کردم. هیرکات به 3 دسته تقسیم میشه: لاین، لیر و گرادویشن. لاین ها، لیر ها و گرادویشن ها اشکال مختلفی دارند: اسکوئر، مربع، تراینگل، مثلث، راوند، دایره. ما باید در هیرکات شکل سازی رو بلد باشیم. اگر شکل سازی رو بلد نباشیم نمیتونیم کوتاهی خوبی رو داشته باشیم. ما باید بتونیم شکل مثلث رو روی سر پیاده کنیم و در بیاریم. شکل مربع رو بتونیم به خوبی در بیاریم و دایره رو همینطور. وقتی که این شکل ها رو تونستیم در بیاریم با متد و تکنیک هایی که در پکیج های دیگه بهتون آموزشش رو دادم، شما میتونید اون کوتاهیتون رو، هیرکاتتون رو ژورنالی کنید. در نتیجه شما باید تمام شکل ها رو بلد باشین. فاندامنتال رو باید بلد باشین. برای لاین ما هم میتونیم کات خشک انجام بدیم، هم کات خیس. لاین یعنی 0 درجه، یعنی هیچ درجه‌ای نداره. شما کاملا مو رو به حالت بلاند کات یا والنت اسمشون هست صاف کوتاه میکنید. اگر خواستین مویی رو به صورت خیس کات بکنین، یعنی لاین کوتاه کنین، سکشن های 1 سانتی برمیدارین و خیس میکنین مو رو و کات رو انجام میدین در حالت 0 درجه. اگر خواستین مو رو در حالت خشک، یعنی با ماشین انجام بدین، کات خشک رو انجام بدین، حتما باید مو شلاقی بشه، صاف بشه، هم یا با اتو یا با موجگیری، که موجگیری رو من در درس میکروکات توی پکیج میکروکات توضیح دادم و در درس‌های براشینگ های تخصصی هم من بهش اشاره کردم. موجگیری رو که شما انجام بدین انگار که اتو کردین مو رو، کاملا مو از ریشه باید شلاقی بشه و با ماشین در حالتی که گاردش رو صفر باشه شما کات خوش رو انجام بدین، که ما توی پکیج عملی این کار رو انجام دادیم و شما میتونید تهیه کنید این پکیج رو و ببینید. در لیرها ما زوایای متفاوت داریم. وقتی که حرفه‌ای میشیم ما یه قانونی داریم، میگیم که عزیزان ما وقتی حرفه‌ای شدن باید زوایا رو دیگه باش کاری نداشته باشن. شما فقط فاندامنتال پایه رو یاد میگیرین و بعد خودتون تشخیص میدین دستتون در کجاهای سر باید چه مدلی بچرخه، چه محیطی رو شما دستتون روش قرار بگیره. برای لیرها هم که مو باید خورد بشه، اسمش روشه. هر چیزی که صاف نباشه، یعنی بلاند کات نباشه، یک دست نباشه، میشه لیرها. حالا میشه لاین لیر باشه، لیر بلند باشه، مدیوم لیر باشه، متوسط یا شورت لیر باشه، لیر کوتاه. هر چیز، هر مویی که صاف کوتاه نشود لیر می باشد. اینو همیشه بدونین. لیر یعنی خورد کردن مو، فقط اندازه ها فرق میکنه. لیر ها رو ما در زوایای متفاوتی کوتاه میکنیم، از زاویه 35 درجه تا 180 درجه. البته 35 درجه که من دارم میگم اینها رو به طور عملی ما آموزش میدیم، درجه رو، زوایا رو. فقط ما این 35 درجه رو داریم بهشون حدودی میگیم که اینقدر مثلا دستتون بعدا ما فاصله داشته باشه. کلا بخوایم رو زوایا مانور بدیم ما میگیم 90، 45، 0، 135 و 180 که این میشه لیر. لیر باید مو خورد بشه، دست کاملا باید توی سطح سر در حال حرکت باشه. میرسیم به بحث گرادویشن.
گریجویشن معنی لغویش یعنی فارغ التحصیل شده. حالا چه ارتباطی به هیرکات یا کوتاهی مو داره؟ ما برای اینکه بخوایم ارتباطی رو بدیم، من اینجوری براتون میگم. گریجویشن که به معنی فارغ التحصیل شدنه، ما وقتی که از ابتدایی میایم راهنمایی، میرسیم به دبیرستان، میرسیم به دانشگاه، میگیم فارغ التحصیل شدیم. در هیرکات هم همینه، میگیم وقتی از پایین میایم بالا، یعنی از کم میایم به زیاد، یعنی گریجویشن، یعنی گریجویشن روی سر ایجاد کردیم. این ارتباطی که بین معنی لغویش هستش و هیرکات ما اینجوری براتون توضیح دادیم که براتون خیلی راحت تر باشه. از کم به زیاد اومدن هستش، یعنی در پشت سر ما یه شیبی رو ایجاد میکنیم. حالا ما میگیم فرق گریجویشن با یونیفرم چیه؟ اصلا یونیفرم چیه؟ هر مویی که پشت سر صاف باشد یونیفرم می باشد. هر مویی که پشت سر صاف باشد یونیفرم می باشد و هر مویی که پشت سر شیب داشته باشه، یعنی یه حالت شیبدار باشه، صاف نباشه، گریجویشن هستش. این فرق یونیفرم با گریجویشن هست که این مبحث به ژورنال خوانی شما خیلی کمک میکنه. در پکیج ژورنال خوانی که براتون من آموزش کاملش رو گذاشتم، میتونین این رو کاملا محسوس شما ببینیم و ببینین که فرق یونیفرم و گریجویشن کاملا رو عکس به چه صورت هستش. این درس تئوری هست ما داریم به شما میدیم. حتما اگر مایل بودین درس ما رو دوست داشتین، پکیج ژورنال خوانیمون رو تهیه کنین که ریز به ریزش رو من در اون پکیج توضیح دادم. در مدل موهایی که میخواد گریجویشن بشه، تکنیک هایی که باید ایجاد بشه و متد هایی که باید ایجاد بشه خیلی مهم هستش که شما از کجای سر باید شروع کنیم به گریجویشن کردن، که اون هم در پکیج آناتومی سر توضیح داده شده که شما در کجا باید شروع کنیم به این شیبی که در سر باید ایجاد کنیم. عزیزانی که دوره‌های کوتاهی رفتن به صورت حضوری، این دوره رو دیدن، آموزش دیدن و هنوز میان پیش ما مراجعه میکنن، میگن ما مشکل داریم، ما کوتاهیامون خوب نیست، رفتیم یه جای دوره دیدیم اصلا راه نیافتادیم. دلیلش همیناست. شما باید تشخیص بدین از کجای سر شروع کنیم به کوتاهی که ربط داره به ژورنال خوانیتون، که اون باید خوب بشه، آناتومی رو خوب بشناسین، بعد بیاین این رو پیاده کنین. وقتی همه اینها دست به دست هم بده، آموزشتون خوب باشه، در نتیجه کار پرفکت میشه، عالی میشه. کسایی که توی هیرکات، عزیزانی که توی هیرکات موفق نمیشن و اصلا زده میشن، دیگه ادامه نمیدن، دلیلش نشناختن آناتومی سر هست، متد و تکنیک بهشون آموزش داده نشده و نمیدونن همین گریجویشن رو از کجا باید شروع کنن. شما باید بدونین ماشین رو از کجای سر شروع کنین ماشین کردن، چه شماره‌ای رو در چه جنس موهایی ماشین کنین. در مورد جنسی هم که دارم میگم، در کوتاهی مو، در هیرکات، جنس مو، تراکم مو بسیار مهم هستش. شما باید جنس مو رو کاملا لمس کنین. تراکم مو رو باید تشخیص بدین که چقدر هستش و چه مدلی رو که میخوایم پیاده کنیم برای این تراکم مو مناسب هستش. ما جنسای مو متفاوتی داریم. جنسای نازک داریم، معمولی داریم، ضخیم داریم. موها با تراکم‌های بسیار پایین و معمولی و پر داریم. ما نمیتونیم برای یه سری از مدل‌های، برای یه سری از تراکم‌های مو که کم هستن ماشین کنیم، چون کف سر کاملا مشخص میشه که اینها همه در پکیج‌هایی که سرفصل‌های متفاوت دارن ما اینا رو توضیح میدیم و شما میتونید اگه مایل بودید تهیه‌شون کنید.
مبحث خیلی مهمی که در کار زیبایی هستش، رفتار با مشتری هستش و حتی طرز لباس پوشیدن صحیح شما عزیزان که برای جذب مشتری خیلی بهتون کمک میکنه. برای اینکه شما بتونید تو کار زیبایی موفق باشین، باید واقعا ظاهری بسیار تمیز و آراسته‌ای داشته باشین. مشتری اعتماد کنه تو هر لاینی که شما میخواین فعالیت کنین، اون مشتری باید به شما اعتماد کنه و زیر دستتون بشینه. اگر کارتون هیرکات هستش، کوتاهی مو هست، باید موی بسیار مرتبی داشته باشین. حالا اگر اون مو اون روز براشینگ نشده یا صاف نیست یا حالا مدل خوبی نداره، شما میتونین حتی با یه شانه کردن خیلی معمولی، با یه کش بستن خیلی ساده این مو رو مرتب بکنین. در نتیجه تو کارتون خیلی کمک میکنه. و طرز لباس پوشیدن شما، لباس پوشیدنتون طوری باشه که مشتری جذب تمیزی شما و آراستگی شما باشه. حتما نباید شما حالا لباس گرون و گران قیمت یا برندی بپوشین. سعی کنین تو کارتون از لباسای سفید مشکی که استفاده میکنین ساده باشه، بدون طرح و نقشی باشه، شیک باشه و اینکه آراسته و تمیز باشه. با لباسای چروک وارد سالن نشین، با کفشای کثیف وارد سالن نشین، چون الان دیگه به هیچ عنوان مشتری‌ها ظاهر شلخته و اینها رو به هیچ عنوان نمیتونن بپذیرن و اعتماد بهتون نمیکنن. طرز رفتار با مشتری بسیار مهمه. به هیچ عنوان با مشتری با لحن تند صحبت نکنین. حتی اگه اون روز عصبانی هستین، ناراحت هستین، سعی کنین آرامش خودتون رو تو کار داشته باشین. خب همه دغدغه داریم، مشکل داریم، سختی‌های زندگی رو داریم، اما تو محیط کارمون این بسیار مهمه، چون مشتری اون روز شاید حالش خودش خوب نباشه وقتی به شما مراجعه میکنه. شما باید حال اون رو خوب بکنید با کارتون، با برخوردتون با مشتری طوری باشه که لبخند روی لباتون باشه، اون چیزی که نیاز مشتری هست رو برطرف کنید، نه اون چیزی که خودتون دوست داری. اون چیزی که نیاز مشتری هست و با علم شما کامل میتونید مثلا تو کار هیرکات، کوتاهی، اون چیزی که مشتری دوست داره و اون چیزی که شما علمش رو داری به زیبایی روی سر اون مشتری پیاده کنیم و اون مشتری میشه مشتری ثابت شما. اگر اون روز که شما مشتری دارین رفتار خوبی با مشتری نداشته باشین یا اون کاری که اون دوست داره رو شما کار خودتون رو انجام بدید، قطعاً اون مشتری رو از دست خواهید داد. در نتیجه علمتون رو در مورد رفتار با مشتری، در مورد لباس پوشیدنتون، برخورد با مشتری بسیار ببرین بالا. این خیلی بهتون کمک میکنه که تو کارتون بسیار موفق بشین. آداک آکادمی، آموزشگاهی به وسعت یک کشور.